کاشت ناخن با متریال ژل در اروپا ممنوع اعلام شد. یه ویدیو دیدم یه آقایی داشت میگفت روی تولید مثل خانم ها تاثیر بذاره. میگه داریم راجع به گونه جانوری صحبت میکنیم. یه خبر رو کامل خوندید و تولید محتوا میکنید و این استرس رو به جون ناخنکارا و مشتریاشون میندازید. خبرم مال امروز و دیروز نیست. از 1 سال پیش به کمپانی‌ها اعلام کردن که باید این متریال رو حذف کنید. چرا؟ چون طی تحقیقاتی که انجام دادن این متریال میتونه سرطانزا باشه و میتونه روی باروری خانم‌ها تاثیرگذار باشه. حالا خبر چیه؟ از 1 سپتامبر استفاده از ژل هایی که توشون TPO دارن در سالن هایی که زیر نظر اتحادیه اروپا هستن ممنوع اعلام شده. قبل از این ما قضیه هما رو داشتیم که یه ماده آلرژیزا بود و الان خیلی از متریال هما فری شدن. TPO هم همینه. توی ایران همین الان برند شلبی 1 سال محصولاتش TPO فریه، برند مونامی TPO نداره، برند جت اصلا از لحظه‌ای که وارد کرد هما فری بود و احتمالاً چون 1 سال قبل بوده TPO فری هم باید باشه محصولاتش. و من همیشه گفتم ناخنکاری که ارزون کار میکنه مجبوره که متریال بی‌کیفیت و با کیفیت پایین‌تر بخره و ریسک داره برای شما. پس بدونید هیچ قیمت گذاری بی‌دلیل نیست. دنبال کاشت ارزون نباش.